پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده، سلام. من امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. همونجوری هم که در تیتر برنامه دیدید، دقایق پیش خبر رسیده که میلاد آتمی با نام کامل میلاد آتم‌آبادی که یکی از افراد معروف شبکه‌های اجتماعی هم شناخته میشه و در اصطلاح عموم بهش شاخ اینستاگرامی هم گفته میشه، خبر رسیده که ایران او رو با یکی از شهروندان ترکیه‌ای گویا معامله و مبادله کرده و قراره که میلاد آتمی رو به ایران دیپورت بکنن و اون شهروند رو به اصطلاح به ترکیه بفرستن و یک معادله و معامله پشت پرده داره با دولت ایران و دولت ترکیه انجام میشه و در حال حاضر میلاد آتمی رو با هواپیما به شهر وان ترکیه فرستادن تا از اونجا به صورت زمینی به ایران دیپورت بشه. این در حالی هستش که میلاد آتمی پیشتر گفته بود که به دلیل فعالیت‌های اینستاگرامی خودش که این فعالیت‌ها خلاف قوانین ایران هستش، اگر به ایران دیپورت بشه قطعاً حکم اعدام برای او صادر خواهد شد. میتونین منتشر کنین، من چند روز بیشتر وقت ندارم. الان با بدبختی تونستم تلفن بگیرم. من اگر برم ایران میدونید که اعدامم میکنن. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده، سلام. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن دیگه، میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. اما به ناگاه صبح امروز نزدیکان میلاد آتمی به من خبر دادن که میلاد آتمی رو بدون اینکه به خانواده‌اش بگن به ایران دارن دیپورت میکنن. این در حالی هستش که میلاد آتمی گفته شده که پاسپورت دو تا از کشورهای مختلف رو داره و به دولت ترکیه گفته بوده که من رو به یکی از این دو کشور دیپورت بکنید، نه به ایران، و قرار بوده که این اتفاق بیفته و وکلای میلاد آتمی هم گفته بودن که داشتن تلاش میکردن که او رو به دو کشور دیگه دیپورت بکنن، نه به ایران، و گویا این اتفاق نیفتاده و در حال حاضری که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم داره به شهر وان ترکیه منتقل میشه. اما اتفاقاتی که برای میلاد آتمی افتاده بوده من یک مروری بکنم ببینیم که اصلا پشت پرده کارهاش چی بوده و توی پروندهش چی بوده. اونجوری که گفته شده بوده فعالیت‌های مجرمانه یا خلاف قوانین کشور ترکیه برای میلاد آتمی در پروندهش ثبت شده. یکی از اتفاقاتی که افتاده بود و خیلی هم سر و صدا کرده بود در شبکه‌های مجازی، اصطلاحاً ویدیوی دعوای او با یکی از سلبریتی‌های داخل ایران، محسن افشانی بود و اصطلاح عموم میگفتن که گروگانگیری صورت گرفته. اما بعد از اون خبر رسیده بود که این ماجرا گویا ساختگی بوده و از پیش تعیین شده بوده واسه گرفتن فالوور و دنبال کننده از سوی هر دو طرف و محسن افشانی گویا یک پول سنگینی در حد $1,000,000 حالا به صورت بیت کوین و بچهای نقدی دریافت کرده بوده از میلاد آتمی که بخواد این حرکات و این اتفاقات رو بگه که نمیدونم رئیس استانبول منم و چنین و چنان، و اون حسابی پروموت شد. گرفتمت یا نه؟ ها؟ چند روزش گرفتمت، چی شد؟ استوری گذاشتم ازت؟ نه با هم صحبت. اما دو سه روز بعد از این اتفاقی که در شبکه مجازی مثل بمب ترکید، یه عده معتقد بودن که خب این اتفاق نباید میافتاد و چقدر ترکیه بی‌در و پیکر و اتفاقات دیگه، و خبر بازداشت میلاد آتمی در ترکیه منتشر شد. چند ساعت میلاد آتمی در بازداشت بود و اونجوری که خودش گفته بود تفهیم اتهام شده بود، بهش گفته بودن که این خلافا رو انجام دادی، این کارها رو کردی و با تعهد بار اول آزاد میشه. اما 48 ساعت بعدش دوباره میلاد آتمی بازداشت میشه. این بار برای اون یه سری جرم‌های دیگه نوشته بودن و وقتی که دستگیر میشه یکی از اقداماتی که برای اون نوشته بودن ورود غیرقانونی به کشور ترکیه بوده و جعل مدارک شناسایی
اولین اقدامی بوده که برای او زده بودن، چون گویا میلاد حاتمی پناهنده بوده در کشور ترکیه و پناهندگی خودش رو هم از UN پس گرفته و به صورت غیرقانونی وارد کشور ترکیه شده بوده. این اولین موضوعی بوده که بررسی شده بوده و بهش تقدیم اتهام شده بوده. دومین موضوعی که به میلاد حاتمی نسبت داده بودن استفاده از ماشین پلیس برای فعالیت‌های اینستاگرامی خودش بوده در ساعاتی که در کشور ترکیه قرنطینه بوده و با ماشین پلیس اصطلاحاً بازی می‌کرد. اگر بخوایم ادبیاتمون رو خیلی عامیانه تر بکنیم و در تاریخ 19 دسامبر تحقیقات اولیه صورت میگیره نسبت به این اتفاق و پلیس مبارزه با قاچاق انسان و پایانه‌های مرزی استانبول این موضوع رو dاشte به صورت ویژه پیگیری می‌کرده. İranlı fenomeni soruşturma açıldı. Polis memuruysa görevden uzaklaştırıldı. Kağıthane'de adli bir konuyla ilgili ifadesi alınan fenomen ardından polis otomobiliyle tur attı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan fenomene tepki yağdı. خارجی داریم تو استانبول کل سال اینجوری اسکورت به چرخه، اونایی که اینجان میدونن. پوکیدم اینجا همش قرنطینه است، اومدم بیرون یه دوری بزنم. فکر کنم 4-5 روزی هست که توی خونم و ببینم که شهر در امن امان باشه. الکی شبا که ما میخوابیم صاحب استانبول بیداره، ما خواب خوش میبینیم اون دنبال شکاره. و بحث حالا هندونه فروشی میلاد حاتمی با لامبورگینی و کارهای مختلف هم یکی یکی جلو میرفته تا اینکه کشور ترکیه از این فعالیت مجرمانه میلاد حاتمی به فیسبوک و اینستاگرام شکایت میکنه و پیج اینستاگرام میلاد حاتمی با اقدامات حقوقی کشور ترکیه از دسترس خارج میشه و بسته میشه. پیج میلاد حاتمی که بیش از 2 میلیون دنبال کننده داشته، حتی تیک آبی هم داشته، اما از دسترس خارج میشه. وکلای میلاد حاتمی همچنان تلاش میکنن که میلاد حاتمی رو به یکی از کشورهای اروپایی اصطلاحاً دیپورتش بکنن و کارهای انتقال اون رو انجام بدن. حتی یک بار میلاد حاتمی تا پای هواپیما هم میره، اقدامات اولیه هم برای دیپورت او به کشور اروپایی هم انجام میشه، اما درست پای هواپیما پلیس ترکیه تصمیم میگیره که اون رو برگردونه به مرکز نگهداری افراد مجرم و حتی تا در هواپیما هم میبرنش که این اتفاق هم میفته و دوباره برمیگرده تا اینکه صبح امروز خبر میرسه که با هواپیما مبادله و معامله شده با ایران، به شهر وان فرستاده میشه. عموما هر کسی هم که به شهر وان بره به صورت زمینی به ایران برش میگردونن و بعد از اون حالا همسر میلاد حاتمی سحر هم نسبت به این موضوعات واکنش نشون میده. تو این فاصله حتی برای پیج اینستاگرام سحر هم تیکه آبی میاد و درست صبح امروز تیکه آبی پیج سحر هم از روی پیجش برداشته میشه و فکر کنم برای اولین بار در طول تاریخ بشریت هستش که یک پیج اینستاگرامی تیکه آبی میگیره و بعد از اون فیسبوک تیکه آبیشو برمیداره و قطعا این اتفاق با شکایت کشور ترکیه به فیسبوک و یک اتفاق حقوقی بوده که تیکه آبی شخص رو وقتی بهش میدن ازش میگیرن. میلاد حاتمی هم حالا اون چیزی که خودش گفته بود که رضایت نداشته بوده، از سازمان‌های حقوق بشر درخواست کمک کرده بوده و گفته بوده که من اگر برگردم ایران قطعا چیزی غیر از اعدام برای من اتفاق نخواهد افتاد. به هر حال در کشور ترکیه سری فعالیت‌ها انجام داده بوده که خلاف قوانین ایران هستش و حالا باید ببینیم که در ساعات و دقایق آینده آیا در دقیقه 90 قبل از دیپورت اتفاقی میفته و جلوی این دیپورت گرفته خواهد شد یا نه، چون قبلا هم ما دیدیم که ترکیه خواسته مثلا یه شخص رو به ایران یا به کشور دیگه دیپورت بکنه اما جلوی این دیپورت رو گرفته و فعالیت‌های مجرمانه دیگه‌ای هم توی پروندهش بوده، حالا چون دوست نداشته گفته بشه. و البته تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی هم اصطلاحاً در پروندهش بوده اما زیاد
تاثیرگذار نبوده این موضوع، ولی خب حالا باید ببینیم چی میشه. در صورت مرسی، اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک بکنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و منم مثل شما منتظرم ببینم که آیا خبر جدید دست ما میرسه یا نه.